بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان، عزیزان، مهربانان. الله رو بی نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر این فرصت نصیب ما شد و این توفیق قرین راه ما گردید تا همراه شما خوبان و عزیزان گرد هم بیایم در یکی دیگر از سفره‌های دل شما خوبان و مهربانان در برنامه دیگر با موضوعی دیگر و دل مشغله‌ای دیگر. در برنامه امروز همچنان مسیر خودمون رو ادامه میدیم به همراه جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز، کارشناس محترم برنامه. من در ابتدا عرض ادب دارم و سلام و احترام از طرف خودم و به نمایندگی شما بینندگان عزیز خدمت جناب دکتر. جناب دکتر خوش آمدید. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب سلیمانی بزرگوار و از همینجا هم اگر اجازه بدید و بینندگان عزیز اجازه بدن بوسه میزنم بر سیمای مبارک جناب استاد سلیمانی، این جوون فریخته‌ای که دردهای جامعه رو احساس میکنه و در حل دردهای خانواده ها، جوونا، آقا پسرها، کوچولوها و بزرگترها همیشه سهم خودش رو ایفا میکنه. بنده حقیقتا مدیون زحمت‌های این عزیز بزرگوار و شبکه جهانی وصال حق هستم که چنین درد جامعه رو احساس میکنند و به اینها، این دوستان، مژده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو بدم که خداوند متعال در فکر اونهاست تا زمانی که اونها در فکر دیگران هستند. ان الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. خداوند متعال در کنار بندهش هست تا وقتی که بنده در کنار غمهای برادر مسلمون دیگرش هست. و عرض سلام و ادب هم دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز هر جای دنیا که هستید. موفق و شادکام باشید و از این که باز ما را همیاری میکنید کمال سپاس را دارم از همه شما. بیایید دست در دست هم بدیم و گریهی از مشکلات جامعه رو با هم بگشاییم. آمین. یکی از مواردی که در زندگی مشترک و در فضای داخل خانه بسیار تلخه و بیان کردنش هم سخت و سنگین برای انسان، تجربه کردنش که به طریق اولا سخت‌تر خواهد بود و هر چقدر به تأخیر بیفته و دیرتر آغاز بشه و اصلا آغاز نشه بهتره. مورد ناخوشایندی است برای همه کسانی که در کانون یک زندگی با هم مشترک هستند و زندگی میکنن. کانونی که با امیدها، با عشقها، با محبتها آغاز میشه. کانونی که با نیتهای خالصانه آغاز میشه. کانونی که با شکفتن شکوفه هایی که در این گلستان سبز میشن و سرخ میشن و رشد میکنن پر و بال میگیره و به تکامل میرسه. فرزندانی که هیچ وقت در فضای این خانه و خانواده نمیتونن حتی تصور بکنن این مسئله رو، بیاد آوردنش، تصور کردنش، حتی دیدنش در خواب یک کابوس تلخ و ترسناکه. تحملش برای خود زوجین، برای فرزندان، برای والدین، دوستان، آشنایان و هر کسی که به هر نحوی با این خانواده در ارتباط ناخوشایند شنیدنش، ناخوشایند خبر شدنش و تلخه. وقتی که زندگی به مسیری داره پیش میره، زندگی به اون نقطه‌ای میرسه که صحبت از یک واژه تلخ به میان میاد، واژه‌ای به تلخی طلاق، واژه‌ای به سنگینی طلاق، واژه‌ای که وقتی که نامش میاد انسان با وجود اینکه یک
پیشنهاد با وجود اینکه برخی اون رو یک راه حل میدونند، اما باز هم تحملش خیلی سنگینه. یک پایان تلخ، یک پایان دوست نداشتنی. امروز میخوایم به همراه شما عزیزان درباره موضوع طلاق صحبت کنیم. موضوعی که بیاد ندارم در این برنامه تا به حال درباره‌اش صحبت کرده باشیم. دوست نداشتیم هیچ وقت در سفره دل از طلاق صحبت کنیم، چون تلخ است. تلختر اگر اینها رو بخوایم به غذای روی سفره تشبیه بکنیم، خیلی تندتر و ناگوارتر از فلفله. و اما آماری که ما میبینیم، اما آنچه که مشاهده میشه، اما واقعیت موجود اینه که برخی از زندگی ها به طلاق میرسه. درباره طلاق میخوایم صحبت بکنیم با شما عزیزان. انشاءالله که این اتفاق در هیچ خانه‌ای نیفته. انشاءالله که هیچ خانه‌ای، هیچ دختر و پسری، هیچ زن و شوهری، هیچ مادر و پدری، هیچ فرزندی، هیچ دوست آشنایی شاهد این ماجرا در کانون زندگی خودش نباشه. بیایید با هم مقداری درباره این موضوع صحبت بکنیم. بیاییم با هم درباره این مسئله با وجود تلخیش مقدار این زخم رو باز کنیم تا به دنبال یک راه حل برسیم، به دنبال درمان ها باشیم. بدونیم که با این زخم چطور باید تعامل کرد. چه وقتهایی مجبوریم تا بریم و این زخم رو باز کنیم. چه کار کنیم که اصلا این زخم باز نشه، متورم نشه، ما رو اذیت نکنه. چه عواملی سبب میشه که این زخم به وجود بیاد. یا اصلا نیازی هست که ما به سراغ این مسئله بریم و آیا هیچ راه دیگه ای وجود نداره که ما حتما باید حرف از طلاق بزنیم؟ از فراق سخت میگویی سخن، هرچه میخواهی کن ولکن این مکن. امروز میخوایم با شما در این موضوع صحبت بکنیم با جناب دکتر و اجازه بدید که به عنوان اولین سوال از جناب دکتر این موضوع رو این گونه مطرح بکنم که جناب دکتر، آیا شما طلاق رو یک معضله اجتماعی میبینید یا یک راه حل برون رفته از مشکل در بنبست در زندگی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. در حقیقت طلاق یک راه حلی است برای یک مشکلی که پایانش به اصطلاح جدایی است. یک جمعی که بر مبنای محبت و عشق قرار بود یک کیانی رو که نمادی رو که خانواده باشه تشکیل بدن، الان این خانواده به بنبست رسیده. این اجتماع و این دوستی و این محبت پایان پذیرفته و جاش رو کدورت، دشمنی، بدی، عدم تحمل و عدم گذشت و برداشت یک دیگه جاش رو گرفته. الان چه باید کرد؟ اینجاست که خب همه بشریت، مکاتب بشری روی این موندن که واقعا اگر طلاق رو به اصطلاح درش رو باز کنیم که خب به بیبندوباری میکشه، چون که هیچ مرزبندی مشخصی نمیتونه افراد رو کنترل کنه، هیچ قانون معینی نمیتونه در زیر سقفی که یک خانم آقایی بیشتر نیست اونجا به اصطلاح تحکم کنه. این بود که بعضی از قوانین اومدن اصلا طلاق رو کلاً منع کردن. هنوز هم در بسیاری از کشورها با این معضله روبرو هستند که چطور با مشکل طلاق به اصطلاح برخورد کنند، در حالی که اسلام اومد چیکار کرد؟ طلاق رو اصلا به عنوان یک مشکل نپذیرفت. طلاق در واقع حل مشکلی است که به اصطلاح حل نداره. واسه همین بدترین حلال شمرده شد در دین مبین اسلام. اینی که ما امروز در دنیا یا در کشورهایمون با آمار واقعا وحشتناکی در سال گذشته، آمار طلاق طوری که برخی برآورد کردن 130,200 مورد طلاق به ثبت رسیده. مثلا در تنها ایران در سال گذشته 150,000 خانواده در شهرها و 14,000 خانواده روستایی به اصطلاح طلاق داشتن.
این مشکلاتی به اصطلاح معضله‌های اجتماعی بسیار حادی است که باید به گونه‌ای با اون کنار اومد، باید واقعیت رو دونست، راهکارهایی که میتونیم با اونها تا حدودی این معضله اجتماعی رو حل کنیم. البته همه اینها برمیگرده استاد سلیمانی عزیز به این نقطه که جامعه ما هنوز شیوه درست زندگی رو فرهنگ سازی نکرد. به این معنا که خداوند متعال میفرمایند فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی، کسی که راه خدا رو بره دیگه نگونبختی و شقاوت و بدبختی رو نخواهد چشید. اما و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، کسی که راه خدا رو، ذکر خدا رو بذاره کنار، خب نگونبخت و بدبخت خواهد شد. هنوز جامعه ما در مسئله ازدواج خیلی به اصطلاح پر و پا قرص هست. میاییم یک استثمار به عنوان یه، واقعا ازدواج یک استثمار هم هست، میاییم به اصطلاح با این دیدگاه نگاه میکنیم و پرسجو میکنیم، نمیدونم طرف خوشگله، پولدار هست، نمیدونم سطح سوادش چطوره، سطح پایبندی به دینش چطوره، زیباییش چطوره، فلان و خانواده و همه اینا رو میاییم رده بندی میکنیم، جویای حالشون میشیم. بعد از اون میاییم ازدواج صورت میگیره. در وقتی که ازدواج صورت گرفت، خب دوتا منی که بودیم، من و تو، شدیم ما. وقتی که مایی به وجود اومد، محبت و عشقی به وجود اومد، صفا و صفینیتی به وجود اومد، خانواده سرشار از محبتی خواهیم داشت. اما با مرور زمان به دلیل به اصطلاح ندانستن شیوه درست زندگی، به دلیل فراموش کردن انسانیت خودمون، بیگانگی از تعالیم دینی، انس نداشتن با خداوندمون، انس نداشتن با اخلاق درست، نفهمیدن شیوه درست زندگی، میایم چیکار میکنیم؟ کم کم این علاقه و این سعادت و این محبت به یک سرابی تبدیل میشه، به یک رابطه سردی تبدیل میشه و میاییم فوراً به اصطلاح دم از طلاق میزنیم، در حالی که میتونستیم این مسائل رو به سادگی حل کنیم، در حالی که ما هنوز درک نکردیم که همونطور که ازدواج یک مراسم خاص خودش رو داره، یک به اصطلاح سرصدای خاص خودش رو داره، طلاق هم به مراتب سرصداش بزرگتره، مهمتره. اصلا واژه طلاق از واژه به اصطلاح ازدواج باید بسیار بسیار پر درد و سرتر باشه. ما ازدواج رو پر درد سرش کردیم، مشکلش کردیم، در حالی که ازدواج یک نیاز هست و باید به اصطلاح خیلی آسونش میکردیم. طلاق که یک از همگسیختگی است، یک فاجعه هست، یک دربدری هست، یک پیامدهای بسیار سنگینی بر جامعه داره، اون رو اومدیم به اصطلاح کمرنگ کردیم. با یک کلمه یا با یک واژه ما طلاق رو به ثبت میرسونیم، در حالی که همچنین مسئله اصلا نه در عرف فرهنگی ما وجود داره و نه در عرف دیانتی ما که به اصطلاح ساختار اساسی فرهنگ ماست. متاسفانه ما این دیدگاه منفی که به اصطلاح داریم از این واژه، چه در ازدواج چه در طلاق، ما با مشکل روبرو هستیم. واژه ازدواج که بسیار باید ساده و مهیا و همه جامعه در به اصطلاح ساختن اون و در نقاشی کردن این زندگی زیبا باید سهیم باشن، میبینیم که نه، همه دارن سد راه درست میکنن. طلاق که همه جامعه باید جون بده و در کنار همدیگه وایسته و سعی کنن که این واژه رو اصلا کلا از جامعه محو کنن، این رو ما خیلی کمرنگ نشون میدیم. هر کسی میتونه به سادگی زنش رو طلاق بده. آقا دعوا و مرافع شد، ببین هر وقتی که از 100 و چند هزار نفر طلاق، وقتی که در یک کشور کوچیکی مثل ایران ما صحبت میکنیم، واقعا فاجعه است. این بیانگر این هست که جامعه بسیار پرت از واقعیت، در حالی که ما مثلا در یک خانواده اگر پدر یا مادر یکیشون وفات کنه، از دنیا بره، ما همچنین معضله بزرگی برای خانواده نداریم، در حالی که در طلاق به مراتب طلاق سخت‌تره، تلخ‌تره برای خانواده، برای جامعه از مرگ. طلاق
دوتا خانواده رو، خیشان رو از کنار بچه ها پراکنده میکنه، خانواده رو به دشمنی میکشونه، در حالی که مرگ باعث میشه که همه خانواده جمع بشن سر یک فاجعه ای که برای این خانواده، برای این فرزندان روی داده، بیان به اصطلاح سعی کنن که چطور این رو باید جمعش کرد، چطور به این خانوادگی رسیدگی کرد. یکی از به اصطلاح ستونهای خانواده افتاده، در حالی که در طلاق نه، ستون میفته، دوتا ستون میفته، بقیه هم سنگپرونی میکنن، کل خانواده متزلزل میشه، دوتا فامیل به هم میفتن، بچه ها داغون میشن، سربار جامعه میشن. این مسائل رو باید یک نوع کنکاشی توش کرد، یک نوع فکری به حالشون کرد که ما چطور بیاییم این مسائل رو برای جامعه یک به واقعیتش رو به تصویر بکشیم، فرهنگ جامعه رو در این مسائل بالا ببریم، چه در جانب ازدواج که ما بهش ظلم کردیم و چه در جانب طلاق که ما باز هم بهش ظلم کردیم. هر دو مورد باید در جامعه به گونه‌ای روشن بشه. جناب دکتر، شما اشاره فرمودید به این موضوع که ما در مسیر طلاق اون دقت و جدیت و مراحلی رو که باید طی بکنیم نه تنها کمتر از ازدواج نیست، بلکه خیلی مهمتر و بیشتر هم هست، چون که مسئله طلاق خیلی سنگینتر از مسئله ازدواج تبعاتش طبعا. و الان اگر ما بخوایم در جامعه خودمون یک دید درست داشته باشیم از طلاق، من نوعی الان در جامعه دید من از طلاق اینه که خب من دیگه نمیخوام زندگی بکنم، به پایان رسیدم، من به این نتیجه رسیدم که دیگه با همسرم نمیتونم زندگی بکنم و میخوام تموم کنم دیگه، میخوام خلاص بشم. همین جمله‌ای که خیلی به زبان میارن، میگن که یک پایان تلخ خیلی بهتر از یک تلخی بی پایانه و میخوام تمومش کنم دیگه. به مجرد این که به این نتیجه رسیدم الان دیگه خسته شدم از دستش، از این زندگی، از این شرایط خسته شدم. شاید خانم این حرف رو بزنه، شاید آقای این حرف رو بزنه، حالا چه نظر شخصی خودشون هست، چه به هر حال تحریکات و دور و بری‌ها و اطرافی‌ها و خانواده باشه. علی کل حال الان به این نتیجه رسیده که میخواد تمومش بکنه. الان آیا این نتیجه رسیدن که تموم بکنه زندگی رو هم مراحلی داره، باید یه سری مراحلی رو طی بکنه، یا نه دیگه تموم میکنه، قضیه تموم میشه؟ اگر بخوایم دید درستی داشته باشیم نسبت به طلاق و مراحلی که شما میفرمایید مهمتر از ازدواج، ما در ازدواج آشنایی داریم، خواستگاری داریم، یه سری آداب و رسوم داریم، یه دوره نامزدی داریم، بعد از اون باز یه مراسم ازدواج داریم، بعد از اون باز تازه یه سری آداب و رسومی که در ابتدای زندگی بعد رعایت بشه، حقوقی که بعد دو طرف در بعد از ازدواج نسبت به هم داشته باشن. آیا در طلاق هم ما این مراحل رو همه رو باید داشته باشیم و طی بکنیم؟ بله دقیقاً. وقتی که ما در قضیه ازدواج همچنین مراحلی، همچنین یک پروژه رو در واقع داریم پای ریزی میکنیم، در مورد طلاق هم دقیقاً همین مورد هست، بلکه به مراتب مشکلتر هست. چرا که اصلاً ما در فرهنگ خودمون و در دیانت خودمون واژه طلاق به عنوان یک واژه استثنایی است. طلاق استثنایی است برای حالتهای استثنایی، جدا خیلی خیلی استثنایی، یه مواردی که به اصطلاح بسیار نادر صورت میگیره. به خاطر چی؟ الان چرا این به اصطلاح آمارها بالاست؟ آمارها به این دلیل بالاست که نه ما پایه‌ریزی زندگیمون رو بر مبنای دین و خواست خداوند و رضایت خداوند انجام دادیم که نهایتش هم فروپاشیه. اما اگر دین یا خانواده بر مبنای دین و رضایت خداوند مد نظر خانواده باشه، زن و شوهر برای رسیدن به سعادت و رضایت خداوند متعال کنار هم جمع بشن، هیچ وقت کارشون به طلاق نمیرسه. و اگر هم رسید که احتمال داره، به هر حال هیچ خانواده‌ای به اصطلاح بدون مشکل نیست و هیچ دو نفری هم همیشه دو نفر جفت همدیگه نمیتونن باشن و اتفاق افتادن طلاق هم به هیچ عنوان نه به اصطلاح دلیل بر بد بودن مرد هست و نه دلیل بر بد بودن زن. میتونه به اصطلاح در حالاتهای به اصطلاح درستش که طلاق عاقلانه باشه، نه طلاق بیمارگونه. در این حالتها خب دو نفر در کنار هم نتونستن زندگی بکنن، هیچ گونه لطمه‌ای یا طعنه‌ای در هیچ یک از طرفین نمیشه وارد کرد که چرا شما با هم نتونستید بسازید. خب اما خود همین جدایی یک پروژه است، یک به اصطلاح راه و رسم خاصی داره. مثلا در قضیه طلاق انسان به اصطلاح مرد حق نداره زنش رو طلاق بده، در حالی که زن در مثلا
حالت پریود یا همون حالت حیض یا حالت نفاس به اصطلاح عادت ماهیانش هست. در حالت عادت ماهیانه طلاق کلا حرام هست و درست نیست. یا ایها الذین آمنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ای مؤمنان اگر شما مجبور شدید حالت طلاقی پیش اومد، اون طلاق باید در به اصطلاح پایان مرحله عادت ماهیانگی زن، چه حیض باشه یا چه نفاس، در این مرحله صورت میگیره، در حالی که در این مرحله هیچ گونه همبستری صورت نگرفته. و بعد از اینکه طلاق به اصطلاح صورت گرفت، یعنی طلاق در یک حالتی هست که فرد با تمام قوای عقلی خودش میاد مسئله رو زیر رو میکنه، مدت زمانی وقت گرفته، به اصطلاح مدت که همسرش بیمار بوده، به اصطلاح این مدت رو طی کرده، تصمیم گرفته، الان میخواد این ازدواج پایان بده. در این مرحله اومد پایان داد، طلاق داد. خب طلاق داد، باز هم مسائلی هست که هنوز حل نشده. قضایای عاطفی به اصطلاح زیاد جذر و مد داره، مشکلاتی که در جامعه به وجود میاد، همه اینها، سوء ظن‌ها، همه اینها نقش داره. الان که خب طلاق صورت گرفت، شما حق ندارید، اون به اصطلاح مرد حق نداره زنش رو از خونش بیرون کنه، حق نداره زنش رو از خونش بیرون کنه تا وقتی که اون عده طلاق تموم بشه. یعنی چند ماه این زن در خونه شوهرش میمونه. اون خونه رو اصلا قرآن کریم خونه شوهر نمیدونه، خونه زن میدونه. لا تخرجوهن من بیوتهن، اونها رو از خانه های خودشون بیرون نکنید، مگر در حالتهای استثنایی که به اصطلاح قضیه فساد اخلاقی باشه، زن متهم باشه یا برش ثابت شده باشه که خیانت کرده، یا زن بسیار بدزبان و فحش و ناسزا و جنجالی و از این جور مسائل باشه. تا در این مدتی که به اصطلاح زن و مرد در زیر یک سقف زندگی میکنن، تمام حقوقی که زن بر مرد داره، مرد هنوز اون حقوق رو باید اجرا کنه. همه اون مسئولیت ها بر مرد هست، مخارج خانه، مخارج همسر. تا زمانی که این مدت پایان برسه کلا باید خرجش رو بده، خانواده رو اداره کنه و همچنین زن تمام مسائل رو باید مد نظر کنه. فقط اینها از هم به اصطلاح میخوان جدا بشن، به اصطلاح همبستری ندارن، با هم جمع نمیشن، اما بقیه ماجرا باید کلا یک خانواده در حال چرخش هست. کل این مدت فقط یک قطع روابط عاطفی هست. کل این مدت رو در زیر یک سقف به اصطلاح میگذرونن و حق ندارند از هم جدا بشن، حق ندارند به اصطلاح در حقوق همدیگه کوتاهی بکنن. بعد از اینکه 3 عادت ماهیانه بر زن به اصطلاح سپری شد، اون وقتی که دیگه و مطمئن هم هستم که به اصطلاح حامله نیست، اگر حامله بود وضع حمل کرد، تمام این مدت در خانه در زیر یک که به اصطلاح سقف زن و مرد به اصطلاح زندگی میکنن. بعد از اون به اصطلاح اگر خواستن در این مدت هر وقت دلشون خواست میتونن با هم جمع بشن و پروژه طلاق کلا الغا میشه. و اگر نخواستن همه این مدت رو با هم صبر کردن، این یعنی چی؟ یعنی اینی که اگر طلاق بر مبنای یک نوع عصبانیت، بر مبنای یک نوع ناپختگی صورت گرفت، خواه ناخواه در این مدت این مسائل حل میشه و خانواده از سر نو شروع به زندگی میکنه، با هم اتفاق میکنن که بر گذشته ها صلوات، یک دفتر جدید باز میکنن و گذشته ها رو میندازن دور و یک زندگی نوینی رو به اصطلاح شروع میکنن. و در شروع این زندگی نوین به هیچ اجازه گرفتن از کسی هیچ اجازه ای ندارن. در این مدت اصلا مرد اگر خواست زندگی رو شروع کنه و همون مرد بود که به اصطلاح این زندگی رو پایان داد، نه از پدر و مادر، نه از خویشان زن هیچ اجازه ای نمیگیره، نه از خود زن، حتی از خود زن هم هیچ اجازه ای نمیگیره و پروژه ازدواج از سر نو به اصطلاح شروع میشه و همه مسائل دور انداخته میشه و کسی هم حق نداره که به اصطلاح در این مسائل دخالت. کل این مسائل
شاید صورت بگیره و اصلا خانواده ها در این نقشی نداشته باشن و اصلا اطلاعی هم نداشته باشن. اما اگر نه قضیه جدی بود و طلاق بر مبنای عقل و منطق بود، اینها به این نتیجه رسیده بودند که اصلا امکان نداره که باز در کنار هم یک زندگی مشترکی رو داشته باشن، در طول این مدتی که در زیر یک سقف هستن، در واقع این مدت رو دین مبین اسلام به اونها داده که بیان برنامه ریزی کنند. خب بعد از ازدواج، بعد از طلاق چی؟ چطورگونه با بچه ها بسیار برخورد کرد؟ روابطی که قبل از طلاق بود در یک خانواده روابط زناشویی بود، روابط به اصطلاح سرشار محبت و عشق بود، در اون منیت ها ذوب شده بود. الان داره منیت ها سبز میشه، الان خانواده دو قطبی میشه، یک قطب پدر یک قطب مادر. الان فرزندان چه وضعی خواهند داشت؟ در این مدت این مسائل روش حساب میشه، با توافق هم به اصطلاح طرفین قضایا رو حلاجی میکنند، فرزندان هم از اصل ماجرا مطلع میشن، در حال یک معضله‌ای هست، یک مشکلی هست الان به وجود اومده. خانواده ها به سادگی با هم به اصطلاح میشینن، اما فامسکوهن به معروف میشه یا فارقوهن به معروف، یا با هم جمع میشن به خوبی یا از هم دیگه به خوبی خوشی، با بدون اینی که دشمنی به وجود بیاد، بدون اینکه دعوا و مرافی به وجود بیاد. این مدت زمان واسه همینه که به اصطلاح این مسائلی که اجتماعی که صورت میگیره و به دشمنی ها و خونریزی ها و نمیدونم غیبت ها و بد و بیرا گفتن ها و اینا میانجامه، همه اینها به اصطلاح حل میشه. حالا اومد این مدت سپری شد، از هم جدا میشن، باز حکایت تموم شدنی نیست، اینا باز هم فرصت دارن، باز هم خب در زیر یک سقفی با هم سپری کردن، نتونستن به اصطلاح قضیه رو درک کنن، قدر همدیگر رو ندونستن، از هم جدا شد. بعد از مدتی که از هم جدا شدن دیدن که نه، ما چه اشتباه بزرگی کردیم، باز هم حق دارن که برگردن، یه فرصت دیگه به اونها داده میشه. در این فرصت دیگه چیکار میشه؟ به هر حال طرف برمیگرده، خانواده ها باز با هم میشینن. در این فرصت باز پدر و مادرها، خویشاوندان حق ندارن جلوی این زن و مردی که دیروزی که به اصطلاح از هم جدا شدن باز میخوان برگردن در یک خانواده زندگی کنن، حق ندارن جلوی اینها رو بگیرن. و تنها چیز موردی که وجود میاد یه مهریه جدید وضع میشه، یک ازدواج جدید شاهد هست، گواه هست، آقا ما اشتباه کردیم، غلط کردیم، برمیگردیم سر زندگیمون، مثل آدم زندگی میکنیم. اومدن ازدواج صورت گیره، دوباره برمیگردن سر زندگی. باز اگر نه دیدن که نه بابا ما مثلا جفت همدیگه نیستیم، میاد همه اون مراحلی که در مرحله اول سپری شد باز باید سپری کنند برای جدا شدن از سلام از هم دیگه. یعنی ببینید یک به اصطلاح ماجرایی هست، یک به اصطلاح پروژه بسیار سختی هست. این رو باز سپری میکنن، باز از هم جدا میشن، باز یه فرصت دیگه هم دارن، یک فرصت دیگه که به اصطلاح بیان اصلاح کنند، اصلاح نکردن، مدتی گذشت، باز خواستن برگردن، میتونن و باز هم اطرافیان حق ندارن که جلوشون رو بگیرن. اینها باز با یک عقد جدید، با یک هدیه جدید به اصطلاح با هم جمع میشن. دو فرصت رو از دست دادن، تکرار همون ماجرا. اینجاست که دیگه حلی نیست، اینجا دیگه پایان میشه. این به طلاق سوم بهش میگن طلاق بائن، یعنی طلاقی که در اون این دو کس هرگز نمیتونن با هم دیگه جمع بشن. اینها ثابت کردن که همیشه پروژه ازدواجشون یک پروژه ناموفقی بود. اما خب اگر به سرش زد که نه بابا ما هنوز هم یک فرصت دیگه به ما داده بشه، اینجاست که دیگه یک تعدیب میشن. اینها رو به اصطلاح خداوند یک همون مرد که به اصطلاح همه این جنجال ها رو تحمل کرد، همه این مسائل رو تحمل کرد و باز هم نتونست به برسه، میگن نه شما حق ندارید ازدواج کنید اگر این زن ازدواج بکنه، یه مرد دیگه با این خانم ازدواج بکنه. اگر اون مرد در زندگیش موفق نشد و زنش رو طلاق داد
باز اون مرد هم وقتی طلاق میده کل همین مراحلی که طی شد برای اون مرد به اصطلاح طی میشه. بعد از اون اگر هم مواردی با اون مرد این زن به هیچ عنوان نتونست بسازه و جدا شد، همه این مراحل رو طی کرد، باز این زن به اصطلاح میتونه به اصطلاح برای شما اجازه باشه که با این زن ازدواج کنید. قضیه به اصطلاح ازدواج خیلی آسونه. ازدواج با یک لفظ هست. آقا من به اصطلاح دخترم رو به عقد شما آقای فلانی در آورد، تموم شد، حکایت تموم شد، با همین یه جمله قضیه ازدواج حل میشه. در حالی که قضیه طلاق نه. قضیه طلاق نه اینکه با جمله ها، بلکه با روزه ها و ماه ها درگیری هست، روزه ها و ماه ها در کنار هم زیستن هست. این مسئله جدایی به اصطلاح خیلی سخت. این جدایی به اصطلاح صورت گرفتنش نه با یک کلمه هست، بلکه با یک به اصطلاح پروژه بزرگ و پردردسری هست که به اصطلاح خیلی کم اتفاق میفته که همچنین پروژه اجرا بشه و زن و مرد به هم وابسته نشن و این حقیقت به اصطلاح ماجرا هست. اما ما چیکار کردیم؟ این همه مسائل رو انداختیم دور. قضیه ازدواج که بسیار آسان هست این رو گرفتیم بسیار مشکلش کردیم. برای به اصطلاح یک ازدواج 7 خانه رستم می‌ذاریم، دردسرها، نمیدونم شرطها، فلان و ماجراها. بعد از اون برای طلاق یه سوت میزنیم، آقا طلاق دادم تموم شد رفت. انگار که به اصطلاح بقالی، آقا من بقالی خریدم فروختم، نمیدونم سایت بقالی خرید و فروخت. یک واقعا این دلیل بر ضعف فرهنگی ماست، دلیل بر ندونستندانی های ماست، دلیل بر ندونستن دینمون و مرام زندگی هست. این مسائل باید شیوه بسیار عمیقی در جامعه روش کار بشه و جناب دکتر، آنچه که شما بسیار زیبا شرح دادید و فرمودید، خب تصویر جامعه از طلاق در اسلام هست که دیده اسلام رو نسبت به طلاق نشون میده که باید این گونه باشه. یعنی مراحلی که شما فرمودید و کیفیت طلاق و فرصت هایی که داده میشه و این همه اینها سبب میشه تا انسان به این نتیجه برسه که آیا واقعا به اون نقطه‌ای رسیده که باید طلاق بگیره یا نگیره. اما اجازه بدید یک قدم برگردیم، به خاطر اینکه بیشتر در این موضوع دیدمون بازتر بشه نسبت به طلاق و با یک دیدی عاقلانه تر به این موضوع برخورد بکنیم. اصلا اولش از اینجا شروع بکنیم که کل اون اختلافاتی که ایجاد میشه، بالاخره یک اختلافی در ابتدا سبب میشه که یک طلاقی صورت بگیره. قبل از این که به خود مقوله طلاق ما برسیم، چه کار بکنیم قبل از اون که اختلافاتی که در زندگی ما ایجاد میشه این اختلاف به طلاق نکشه اصلا؟ آیا به مجرد این که ما به اختلاف رسیدیم در زندگی باید به این نتیجه برسیم که باید بریم سراغ مقوله طلاق و طلاق رو تجربه بکنیم که شاید طلاق و تهدید به طلاق و یا اون فاصله که طلاق بین ما ایجاد میکنه این بتونه مشکل ما رو حل بکنه، یا نه راههای دیگری هست که آسانتر به نتیجه میرسیم؟ اصل در زندگی زناشویی اختلاف هست. یعنی اینی که ما میخوایم به اصطلاح همیشه شیر و شکر باشیم که امکان نداره، هرگز امکان نداره. چرا؟ چون که ما اختلافات سلیقه‌ای داریم. 5 تا انگشت یک دست با هم مثل هم نیستن. یکی به اصطلاح بزرگتره، یکی معنیتش بیشتره، یکی خودخواه‌تره، یکی لجوج‌تره، یکی نمیدونم زود عصبانی میشه، یکی برداشتش بیشتره، یکی کمتره. اصلا مثل هم باشیم، مثل گل هم باشیم، در کنار هم در زیر یک سقف زندگی کردن مدتی که بگذره، خب از همدیگه هم خسته میشیم، از حرفای تکراری همدیگه خسته میشیم، رو همدیگه داد میزنیم، نمیدونم مشکلات بیرون روی ما فشار میاره، مشکلات داخلی خودمون، هر حال زندگی اختلاف داره، زندگی نمیدونم مشکلات داره، همه اینا هست. خب الان که وقتی که ما میدونیم که اینها هست، چرا نمیم حلش کنیم؟ و مشکل وقتی که به وجود میاد باید سعی کنیم هر چه زودتر جمعش کنیم. یک مشکل با معذرت خواهی حل میشه، خب معذرت خواهی کنیم، پوزش بطلبیم. اشتباه از من بود یا نبود مهم نیست، مهم اینه که من پوزش بطلبم، طرف رو راضی کنم. دفعه پیش هم گفتیم آقا معذرت خواهی به خاطر این نیست که من اعتراف کنم که من اشتباه کردم. معذرت خواهی به خاطر اینه که من میخوام یه صلحی به وجود بیاد، من میخوام که یک مودتی، یک محبتی به وجود بیاد. معذرت خواهی به خاطر اینه که طرف مقابل من میخواد که
خودش رو با یک پوزش طلبیدن ارضا بکنه. چرا من این پوزش رو بهش ندم؟ چرا من ازش معذرت خواهی نکنم؟ خب اون میخواد به اصطلاح با این معذرت خواهی من بفهمه که من اشتباه کردم. خب میخواد بفهمه چی به اصطلاح از وزن من هیچی کم نمیشه. یکی دیگه این که به اصطلاح در مسائلی مثل این چنینی که ما در کنار هم زندگی میکنیم باید اینو صبر و تحملی باشه. یک نوع به اصطلاح اصلا رسیدن به کمال امکان پذیر نیست که من بخوام که به اصطلاح در همه چیز به اصطلاح همه که به اصطلاح این مشکلات رو دارن. یه چیزی که مورد اشارهش بهش خوبه اینه که به اصطلاح ما میایم خودمون رو با دیگران مقارنه میکنیم، مقایسه کردن با خانواده فلانی و آقای فلانی رو ببین چطورن، زن و مردا رو ببین چقدر هم دیگه رو دوست دارن فلان. بابا ما نمیدونیم اینا پشت دیوار چه خبره. جلوی روی ما دارن ژست میدن، دارن به اصطلاح خودشون رو کنترل میکنن. اینا خیلی خوبه. خیلی از افرادی هستن که تو خانواده هاشون به اصطلاح یک زندگی جهنمی دارن، اما ما وقتی که بیرون میبینیم با اون ژست و قیافه ها، با اون لبخندهایی که با جلوی هم دیگه میزنن، با اون تعریفایی که از هم دیگه میکنن، با اون به اصطلاح چرب زبونی هاشون، ما میایم زندگی خودمون رو با اون مقایسه میکنیم، شوهر خودمون رو با شوهر خواهرم مقایسه میکنم، زن خودم رو با زن نمیدونم همسایه مقایسه میکنم، بعد میایم به هم دیگه میپریم و به اصطلاح اینا. این مسائل رو باید خودمون درک کنیم و شخصیت‌های همدیگر رو بفهمیم. در یک مدت زمانی کوتاه باید همدیگر رو بشناسیم که بله من شناختم که زنم لجوج هست. آقا یه لجوج هست، یه مشکلی داره، با این مشکل خلاص من باید کنار بیام. نه اینکه اون لجوج هست منم لجوج باشم، اون به اصطلاح دید منفی داره منم دیدم منفی باشه. نه خیر، باید یک دیدم که یک مشکلی هست، حالا یه بیماری روانی هست، یه مشکل به اصطلاح سلوکی رفتاری هست، این رو باش کنار بیام، یه جوری بسازم. مگه نه که خداوند متعال به ما امر میکنه و عاشروهن بالمعروف، یعنی با همسراتون با خوبی زندگی کنید. خوبی یعنی چی؟ یعنی در اخلاقتون، در رفتارتون، در شکل و قیافتون خوب باشید. خب آیا اونا همه چیزشون میل مطابق رفتار من هست؟ نه آقا. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. چه خیلی وقتا هست که شما از زنت خوشت نمیاد، اما در همین زن خیلی چیزای خوب هم هست. شما از دماغش خوشت نمیاد، اما خب از شکل و قیافه‌اش خوشت میاد، از نمیدونم شکل و قیافه‌اش خوشت نمیاد، از اخلاقش خوشت میاد، از اخلاقش خوشت نمیاد، از جانفشانیش خوشت میاد، از رفتارش با از طریقه شیوه به اصطلاح تربیت فرزندان، از همین که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند لا یفرق مؤمنا مؤمنه، شما خشم نگیرید بر زناتون. اگر یه چیزی درش به یک بدی دیدید، صد تا خوبی دیگه هم هست. باید بر این منوال با به اصطلاح در خانواده برنامه‌ریزی بشه. مگر نه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما میفرمایند که آقا بهترین شما بهترینتون برای خانماتون هست، برای خانواده‌هاتون هست و من از همه شما برای خانم‌هام برای خانواده‌ام بهترم. چطور بهتر بود؟ با خانواده‌هاشون خوش اخلاق بودن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با زناشون شوخی می‌کردن، می‌خندیدن، ورزش می‌کردن، آقا دو میدانی می‌کردن، مسابقه می‌دادن، نمیدونم جمع می‌شدن تو خونه یکی از همسران، همه مهمونی به اصطلاح می‌گذاشتن. همه این مسائل به اصطلاح اجتماعی رو خیلی خیلی راحت، ریلکس، با خوبی، با شادی، با خنده اینا رو به اصطلاح پی می‌بردن. اگه مسئله این هم پیش میومد، خب مسئله خیلی پیش میاد، باید این مسائل رو بدونیم که در هر چیزی، همون مقوله زیبایی که یادم میاد مادر انس ابن مالک پدرش رفت ازدواجش دادن، خانواده براش زنی پیدا کردن، این بنده خدا هم زنه رو ندیده بود. وقتی که به اصطلاح ازدواج شد، عقد شد، یک به اصطلاح زنی دید که بسیار زیاد خوشگل نبود، به دلش نیومد، خواست ازش جدا بشه. زن خندید گفت که مالک خیلی وقتاست که به اصطلاح چیزی خوشت نمیاد، خداوند توش خیر زیادی میذاره. یه مدتی باش گذروند با همین به اصطلاح خوش زبونی زن، با همین رفتار خوبش، اما این شکل و قیافه دلش نمیومد. آخرش ولش کرد رفت. خداوند متعال هم یک فرزندی به این زن داد که این فرزند شد انس ابن مالک، امام به اصطلاح حرم، یک انسان فاضل، یک عالم، یک دانشمند. سالها بعد مالک وقتی اومده بود مسجد نبوی، یک عالم زبردست، یک عالم فریخته‌ای رو دید که داره درس میده و فلان. پرسیدن ایشون کی هستن؟ گفتن انس اسمش. انس بچه کی؟ گفتن بچه مالک. مالک به از این ور اون ور پرسید که این بچه خود من هست. خب برگشت به زندگیش و اومد به اصطلاح
با پسرش همراه شد، به چیزی نگفت، گفت من میخوام بیام خونه و دم در ایستاد. گفت برو به مادرت بگو یه کسی تو دم در ایستاده و میگه که بله حق با شما بود، خیلی وقتاست که خدا یه چیزی ازش خودشت نمیاد، خداوند توش خیر بزرگی قرار میده و واقعا خیر بزرگ قرار گرفت. ببینید این یک مثالی هست که طرف از شکل و قیافه زنش خوشش نمی اومد، اما الان داره برمیگرده و معذرت خواهی میکنه و پوزش میطلبه. چرا؟ همین زنی که شما از شکل و قیافش خوشت نمیاد، ببین چه فرزندی برای شما تربیت. مسائل اجتماعی رو باید به این صورت به اصطلاح باش کنار اومد. زن نمیدونم سرکش هست، لجوج هست، نمیدونم اختلافات میکنه، فلان میکنه، راه حل خداوند متعال قرار داده که ای مؤمنان واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن. وقتی که میترسید این زن بزنه زندگیتون رو به هم بریزه، آقا بیاید اول نصیحتش کنید، شما نصیحتش کنید، نبرید اطرافیان جار و جنجال را بندازید و همه آبرو ریزی بکنید. آقا نصیحتش کردم نشد، واهجروهن فی المضاجع، باشون به اصطلاح همبستری نکنید تا احساس بکنن، احساس دوری بکنن، احساس طلاق عاطفی بکنن که این طلاق عاطفی باعث میشه که به اصطلاح طلاق واقعی صورت بگیره. نه اینکه از خونه اینا رو بندازید به دور، نه اینکه بزنیدشون، نه اینکه نمیدونم بچه‌ها رو خبر کنید. ببین واهجروهن فی المضاجع، از همبستریشون کناره بگیرید. یعنی هیچ که نه خانواده ها خبر میشن، حتی نه بچه ها خبر میشن. بعد از این آقا این کار رو هم کردیم، فایده نکرد. اینجاست که یک تعدیب هست، یک باید این غرورش رو بشکنید. انسان وقتی که کسی رو شما میزنید، در واقع اون غرور انسانیت اون رو پایمال کردید، بهش نشون دادید که نه، اگر شما با این راه برید، شما اصلا من به عنوان یک انسان با شما رفتار نخواهم کرد، شما اصلا انسانیت در خطره. اینجاست که به اصطلاح خداوند متعال میفرماید واضربوهن، یعنی بزنیدشون، نه اینکه شکنجهشون بکنید، نه، این غرور رو در اونها بشکنید که این حالت اصلا بعد از اینها به وجود نمیاد مگر در زنهای استثنایی که همه این نه نصیحت کار گرفت، نه نمیدونم طلاق عاطفی کار گرفت، نه همه اینا. اگر باز فین اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا، اگر باز پیروی کردند، راه اومدند و قضیه زندگی رو به اصطلاح تقدس این زندگی رو، ارزش این زندگی رو بها دادن، خب دیگه شما همه چیزا رو بذارید پشت سر و انگار نه انگار که چیزی به اصطلاح به وجود اومد. آقا این کارا رو همه رو کردیم، باز هم جواب نداد. اینجاست که دیگه میاییم چه کار میکنیم؟ میاییم از اهرم‌های اجتماعی خانواده استفاده میکنیم. اهرم‌های اجتماعی اینجا برای نصیحت نیست، برای داوری است، برای قضاوت هست. میاییم چه کار میکنیم؟ و این خفتم شقاق بینهما، اگر ترسیدید که بین اینها طلاق صورت بگیره. اصلا ببینید در این مسائل تا اینجای مسئله اصلا خبری از طلاق نیست، نه تهدید طلاق هست، نه خبری از طلاق هست، نه اشاره‌ای به طلاق هست، نه همه اینا. اینجا هم که هست فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهله، داوری از خانواده مرد انتخاب کنید، داوری هم قاضی از خانواده زن، دو تا انسان خیرخواه، دو تا انسانی که نمیخوان جدایی رو درست کنن، میخوان اصلاح رو درست کنن. و این دو تا شخص شرطی که خداوند متعال براشون گذاشته چی است؟ ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهم، اگر اینها بخوان خیرخواه باشد و قضیه اصلاح مطرح باشه، اینجا خداوند توفیقشون میشه. اینها آقا قاضی هستند، یعنی من هم انتخاب کردم به عنوان قاضی، طرف مقابل هم انتخاب کرده به عنوان قاضی، یعنی اتفاقی که اینها میکنند این حکم هست، منم قبولش دارم، طرف مقابل هم قبولش داره. آقا اونا اومدن گفتن که شما باید اینقدر تنازل بکنید، شما نباید این کارو بکنید، شما نباید این کارو بکنید، این پروژه ازدواج رو مستحکم کردن. آقا قضیه ازدواج رو باید به این صورت نگاه کنید. ما در ابتدایی که برنامه ازدواج چیکار کردیم؟ اومدیم به عنوان یک قضیه استثماری بهش نگاه کردیم. در این قضیه اومدیم صلاح دیدها رو نگاه کردیم، نمیدونم توانمندی ها رو نگاه کردیم، آقا وضع اقتصادی رو نگاه کردیم، وضع اجتماعی رو نگاه کردیم، اخلاق طرف رو پرسیدیم، وضع اجتماعیش رو نگاه کردیم، همه این پروژه رو زیر و رو کردیم، دیدیم که بله مناسب همدیگه هستیم، اومدیم ازدواج کردیم. ازدواج که کردیم بعد از اون یک به اصطلاح همه این قضایای استثماری ذوب شد، ما شدیم چی؟ محبت، مودت، عشق، همدلی، هم بستری، هم راضی، اون چه که
برای همه و در مقابل همه، حتی پدر مادر برادر خویشان، همه اونا برای ما حرام هست و نمیدونم جایگاهی نداره و ما نمیتونیم لب بکشاییم. اومدیم دو تا بیگانه با هم دیگه ذوب شدیم یه نفر. خب حالا این مدتی گذشت، به این نتیجه رسیدیم که ما نمیتونیم با این وضع ادامه بدیم. اینجا هم قضیه داد و ستد هست. میایم با هم میشینیم قضیه رو آقا طوری حل میکنیم که نه من چتونه از شما فایده ببرم، شما چتونه از من فایده ببرید، دو تا شریک زندگی. خب اگر نتونستیم اون مرحله مودت و عشق رو به اصطلاح باش تا آخر بریم، حداقل به این مرحله اکتفا کنیم که بیایم انگار که همون قضیه استثمار که شروع کرده بودیم بیایم بهش برسیم که آقا من و شما در کنار هم زندگی کنیم. چطور زندگی کنیم که من از شما فایده ببرم، شما از من فایده ببرید. اگر نمیتونیم در اون سطح ایدئال باشیم، همه زندگی ها عشق نیست، همه زندگی ها چهچه خوندن دوتا بلبل نیست. یه جایی هست که به اصطلاح قضایای اجتماعی بزرگتری مطرح میشه که من و شما باید در کنار هم باشیم. به خاطر چی؟ به خاطر این دو فرزندی که داریم. من و شما در کنار هم باید همدیگر رو تحمل کنیم. به خاطر چی؟ چون که جدایی ما باعث دشمنی دو تا قبیله، دو تا فامیل میشه. همه این مسائل رو ما باید اینطوری حلاجی بکنیم که آقا ما در این وضعی که هستیم چطور باید بهترین اصلاح و بهترین کنار، مگه نه اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم با همسرش سوده بنت زمعه رضی الله تعالی عنها یکی از مادران مؤمنان هست. وضع به اصطلاح اجتماعی خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به این مرحله رسیده که پیامبر میخواد که سوده رو طلاق بدن. خب سوده میاد این مسئله رو اینطور مطرح میکنه که چرا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میخوان منو طلاق بدن، که این استمرار این زندگی عاطفی به عنوان زندگی زناشویی امکان پذیر نیست. اما خب یه مرحله دیگه هم هست، مرحله به اصطلاح با هم ساختن، که من از یه موردی تنازل بکنم، از یه چیزی از حق خودم تنازل بکنم و به این مرحله برسم که من از پیامبر جدا نشم. میاد به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیشنهاد میده که یا رسول الله من از حق خودم تنازل میکنم فقط به این خاطر که من زن شما در بهشت باشم. در بهشت دیگه اونجا قضیه غیرت نیست، قضیه به اصطلاح از هم دیگه بدون اومدن نیست، محبت هست و محبت برای همه یکسان. اونجا دیگه مسئله حل شده هست. اینجاست که ما مشکل داریم. در این مرحله میایم این رو یک صورت به اصطلاح داد و ستد، یک صورت عاقلانه منطقی با هم کنار میاییم و زندگی رو به اصطلاح چرخ زندگی رو ادامه میدیم، به خصوص در مراحل که به اصطلاح چیزی از عمر گذشته، خانواده‌ای که بچه دارن، به اصطلاح همیشه قضیه به اصطلاح طلاق رو یک جنگ، یک مرافع، یک نمیدونم به این دید بهش نگاه نکنیم. بیایم بهش نگاه کنیم که اولا ما چطور باید سد راه ایجاد بشه که طلاق صورت میگیره. اگر بعد از همه این حکایت باز قرار طلاقی صورت بگیره، این هم تصریحاً به احسان بشه، به خوبی، همونطور که با شادی با هم جمع شدیم، حداقل اگر با شادی از هم جدا نمیشیم، بدون کدورت و بدون مصیبت از هم جدا بشیم تا جامعه، خانواده ها ضرر نبینن و اگر فرزندانی هست فرزندان هم لطمه نبینن از این. آمین آمین. ممنونم جناب دکتر از صحبت‌های گرانقدر شما. انشاءالله که ما و بینندگان عزیز همه تلاش بکنیم تا حتی الامکان اصلا این اتفاق نیفته و شاهد همچین ماجراهایی نباشیم. و اگر خدای نکرده عزیزی مجبور شد به این اتفاق تن بده، چنانکه جناب دکتر اشاره فرمودن، ما حداقل به نحوی تعامل بکنیم که بدونیم چی کار میکنیم و فرصت بدیم، مهلت بدیم، سریع تصمیم نگیریم و بدونیم که چه وقتایی تصمیم بگیریم، اصلا چه عواملی، ما چه جاهایی حق داریم اصلا که مسئله طلاق رو مطرح بکنیم. اینم خودش جای بحث داره که آیا هر مشکلی، حالا چون خانم من نمیدونم چایی که برای من درست کرده کم رنگ بوده، امروز اومدم ظهر از بیرون از کار، از درس، از هر چیزی خسته و کوفته و نهار برام درست نکرده، نمیدونم شام فلان وقتش برنجش تش سوخت و نمیدونم گوشتش سوخت و ال شد و بل شد و باباش اینطور گفت و ول خرج و نمیدونم این کار میکنه اون کار میکنه. آیا هر مشکلی، هر دلیلی باید ما رو مستقیم ببره سراغ طلاق؟ چه وقتهایی ما حق داریم که به طلاق فکر بکنیم؟ چه عواملی
اجازه میده به ما که به طلاق فکر بکنیم؟ جواب این سوال انشاءالله بعد از میان برنامه به همراه شما و جناب دکتر انشاءالله باز خواهیم شنید. بعد از میان برنامه همراه ما باشید. وصال حق در تلگرام. عزیزانی که مایل به دریافت تازه‌های شبکه، اما از برنامه‌های زنده، کلیپ‌ها، احادیث، سرودها، سخنان علما، کتاب‌ها و مطالب مفید دیگر هستند، با مراجعه به پیام رسان تلگرام به زبان انگلیسی واژه وصال حق تیوی را جستجو نموده و پس از وارد شدن به کانال وصال حق کلید جوین را فشار دهند. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع علیم. و به مردان و زنان بی همسر و نیز غلامان و کنیزان شایسته خیش همسر دهید اگر فقیر و تنگ دست باشند، الله آنان را از فضل خیش دارا و بی نیاز می گرداند و الله گشایشگر داناست. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، همچنان با شما هستیم با ادامه موضوع طلاق. چه عواملی سبب ایجاد طلاق میشند؟ پاسخ این سوال را از جناب دکتر خواهیم شنید. جناب دکتر با عرض سلام مجدد، چه عوامل و اسبابی به ما اجازه میده که به طلاق فکر بکنیم در مشکلاتی که وجود میاد در زندگی ما؟ چه وقتی مرد یا زن این اجازه رو به خودش میتونه بده که به موضوع طلاق فکر بکنه؟ با عرض سلام مجدد خدمت شما و بینندگان عزیز. در حقیقت ما در هیچ موردی نباید به طلاق فکر کنیم مگر در حالتی که به سراغ بنبست رسیدیم، یک مراحل رو طی شد، دیگه به این نتیجه رسیدیم که ما گفته هم دیگه نمیتونیم باشیم، یا مسائلی به وجود اومد که اون طرف مقابل کلیه حقوقی که بر ما داشت همه رو به اصطلاح از ما سلب کرد، کلیه واجباتی که در قبال ما داشت همه رو به اصطلاح ازش شونه خالی کرد. قضیه خیانت همسر یکی از مسائل بسیار حادی هست که متاسفانه در جامعه مطرح هست و حالا اسبابش چی هست این بحث طولانی هست که رسانه‌های به خصوص بیگانه و قبل از رسانه‌های بیگانه همون به اصطلاح ضعف دیانت در خانواده، ضعف پایبندی دینی و تقوا و پرهیزکاری و ترس از خداوند و از عقاب و بازخواست روز قیامت، اینها باعث شده که ما
در و پنجره خونه رو باز کنیم، به هر کس و ناکسی اجازه بدیم که بیاد توی خونه ما فرهنگ سازی کنه و بیاد افکار و اندیشه‌های ما رو به اصطلاح متزلزل کنه. ببینید ما با یک فساد بسیار حادی در جامعه خودمون روبرو هستیم. این فساد در بسیاری از مواردش برمیگرده به همین که ما فضا رو باز کردیم، یک به اصطلاح تصاویر مستهجن و یک حرکاتی که با فرهنگ و دیانت ما در تضاد بود. ما اینا رو اجازه دادیم بیا در خانه ما. خب در مراحل اولیه ما نگاه میکردیم، خودمون خجالت میشدیم، بعدمون میومد، به بچه‌هامون توصیه میکردیم نگاه نکنن، اما ادامه دادیم. بعد از مدتی این زشتی و کراهتی این تصاویر از ذهن ما پاک شد، اون گرفت. بعد از مدتی دیدیم که نه خیلی عادی هست و اومدیم این بارا تنفیه که همیشه این رو گرفت. میشه بعد بگن که آقا من آدم تعییمی هستم، حواسم از این حرفا، اینا یک وسوسه‌های شیطانی هست که ما داریم دور می‌زنیم. حقیقت طور نیست، عقل باطن ما برداشتش طوری نیست که عقل و درایت ما بهش خطاب کنه آقا چیزا زشت میدونم این حتما درست حتما اون کارا رو نخواهیم کردن. وقتی که ما با یک ماهای جناب دکتر اگر اجازه بفرمایید به عرض پوزش ما مقدار مشکل داریم در گرفتن صدای شما، یک فاصله کوتاه بگیریم تا مشکل صدا برطرف بشه و ما بینندگان عزیز بهتر استفاده بکنیم از صحبت گرانقدر شما. برمیگردیم فاصله کوتاه، انشاءالله باز در خدمتتون هستیم. وصال حق، اسلام ناب به دور از خرافات. بله سلام مجدد خدمت همه شما خوبان عزیزان. جناب دکتر درباره عوامل و اسبابی که بسیار حاد هستند یک مورد رو ذکر فرمودید، موضوع بحث خیانت به همسر. ادامه صحبت شما رو در این موضوع میشنویم قربان. بله در موضوع خیانت به همسر بسیاری از مواردی که باعث میشه که خیانت صورت بگیره یا هم بگیره خود خانواده‌ها در اون سهیم هستند. متاسفانه یک موارد موارد اختلاط‌های در سیستم خانوادگی فرق نشده که ما حد و حدود خودمون رو یک بکنیم. دید و بازدیدهای محرمیت و نامحرمیت وقتی در نظر نمیگیرن، خب اینها ساز میشه و وقتی به اصطلاح قضیه خیانت صورت گرفت، وقتی که
به فساد و به جنجال و به آشی و مرافع و به این مسائل در حالی که این راه اولش همون پیشگیری بود مراعات نکرد. یکی از مسائلی که بسیار حاد به اصطلاح طلاق و آمار بسیاری بیانگر این مورد هست قضیه ضعف جنسیتی هست. روابط اجتماعی، روابط زنانی، قضایای جنسیتی ها در حال حجم یا بخش بسیار مهم در این مسائل دارن. اشباع عاطفی که از طرفین اصلا دو الان اگر این مشکل باشه خود روابط به سردی میگیره. حالا چرا این مشکل باز هم برمیگرده به اخلاقی و مسائلی که پایبندی‌های دینی ما رو زیر سوال قضیه چشم می‌گیره. اومد پیش یکی از علما و اندیشمندان، من وقتی که میخواستم با زنم اون رو بهترین زن وقتی که قضیه ازدواج شد و جشن ازدواج شد و در اونجا زنهای یادی رو دیدم که من مثل یکی از زنها خوشگلم. بعد از مدتی دیدم که نه، یکی از ما از زنها خوشگلتر هستن. الان این مرحله رسیدم که احساس همه یه زن من خوشگل. اون بنده خدا در جواب بهش گفت اگر شما همه زنهای در می آوردی بعد از مدتی احساس کرد سگا هم زنهای تو. قضیه اینه که چشم پرانی باعث میشه که عقل شروع کنه به مقایسه کردن. شهوت هم که در کنار هست، وسوسه های شیطانی هم که در کنار هست، میبینه که هر زنی رو احساس میکنه از زنش خوشگلتره و زیباتره و خوبتره و مسائل. در اینجا باز وسوسه های شیطانی انسان شروع میکنه به اصطلاح بعد برنامه شرط بود فکر میکنه که اگر به اصطلاح اومد به هم زدی، اگر اومد که غذا طبعش فلان، یعنی این رو فوراً شروع میکنه میفهمه چون این به من نیست پس خانم منو دوست نداره. در مقابل فلان خانمه چون که به طبخ زد، فلان شعر غزل رو خوند، تلفن آب و تاب رو کرد، حتما دوست داره. میاییم به اصطلاح همه اینها انحراف باعث میشه که کانون خانواده اون که ترتیب و قضایای جنسی خانواده مختل میشه. البته در بسیاری از موارد اون منحنی‌های بیماری‌های جنسی هم در بسیاری از موارد نادرست یک وهمی در اطراف ایجاد میشه. اون هم به خاطر چی؟ به خاطر به اصطلاح مشکل فیلم‌های مبتذل. فیلم‌های مبتذل خیلی برای سخت شدن روابط عاطفی زوجین بسیار بسیار مضر است. چرا که خب اون فیلم است، اون چیزی که با زن و شوهر یا زن در فیلم‌های مبتذل من اسمش هست فیلم، اساساً برنامه‌های دروغ هست، برنامه‌ای که به اصطلاح بزرگ جلوه دادن مبالغه هست. حالا ما می‌بینیم در مبنای یعنی سور ساده‌تر برای من شما در هر فیلم می‌کنید پهلوون فیلم رو می‌بینید سر شمشیرش می‌خوره 200 تا تیر پیش این خیالش نیست همین است. در مقابل مثلا دشمن 5 نفر رو با یه تیر شمشیر با یه حرکت شمشیر در گردن میزنه. خب این یک حالت مبالغه. پهلوون فیلم سکسی اون لحظات سکسی که به ثبت شده این کار یک ماه هست، کار نمیدونم از چند مدتی مثلا تذکر کننده هست فلان هست. قضیه کلش دروغ های فیلم های شده و روی هم چسب
شده. طرف میاد رو میبینه که رابطه جنسی رو میبینه که به اصطلاح مدت زمان ساعت کشیده، وقتی رو قیاس در قضایای مربوط به خودش میبینه که اصلا ضعف جنسی داره. این مسائل وهم به وجود میاد. وهم در مقابل هم همینطور طرف اصطلاح که در میبینه که رشته هست، در حالی که اون خانم 2 ساعت به 5 ساعت روش کار کردن، روغن بهش زدن، چیزهای مختلفی کارگردان روش کار کردن، پردازهای مختلف گذاشتن. بعد از این فیلم مونتاژ شده، این دختری اصطلاح اکدیه که صدها بریزید بیاد بیرون شده در این فیلم یه فرشته به صورت طرف میاد زنش همون فرشته ما همین مسائل به تا جناب دکتر ظاهرا ما هنوز مشکل صدا داریم برای دریافت صدای شما. تا دوستان صدای جناب دکتر رو برگردونن. موضوعی که جناب دکتر داشتن می‌فرمودن حقیقتا موضوعی است که متاسفانه یکی از آمارها این گونه نشون میده که یکی از دلایل اصلی و از عوامل مهم ایجاد طلاق هست و اینکه خیلی‌ها تقاضای طلاق میکنن و همون عدم ارضای جنسی است که به دلایل اشاره می‌فرمودن جناب دکتر. دلایل بسیار مهمی که این وهم ایجاد میشه بعضی وقتا در فرد که به هر حال یکی از اهداف ازدواج و زندگی مشترک این هست که هر دو نفر، هر دو همسری که در کنار هم زندگی میکنن این بعد رو هم از خواسته های به هر حال فطری و طبیعی خودشون ارضا بکنن و وقتی که یکی از طرفین این احساس در اون ایجاد بشه که به اون به هر حال لذتی که دوست داره برسه نمیرسه و این رو احساس میکنه که در همسر خودش نمیبینه این طاقت رو، اینها از عواملی هست که سبب میشه که کم کم این رابطه به سردی میره و این سردی ادامه پیدا میکنه. و نکته مهمی رو که جناب دکتر اشاره فرمودن، حالا شاید صدا زیاد مفهوم نبود، من تکرار بکنم که تماشای تصاویر و فیلم هایی که اسمش روش هست، فیلم دیگه وقتی که فیلم شد دیگه نمیشه زندگی واقعی رو با آنچه که در یک فیلم به تصویر کشیده میشه با یک سناریوی از پیش تعیین شده و با یک مدت زمان طولانی به هر حال صحنه سازی و صحنه پردازی، اینها نمیشه در واقع زندگی انسان بیاد و مقایسه بکنه. ما در خیلی از فیلم هایی که میسازن و جنگ هایی درست میکنن، پهلوان هایی درست میکنن و یک نفری رو بزرگ میکنن و میره با 60 نفر میجنگه و کتک میخوره از این طرف و از اون طرف و یک لشکری دنبالش راه میافتن و 100 تا گلوله به دست و پاش میزنن، هیچ برای سرش در نمیاد. فیلمه، ما خودمون میگیم فیلمه. و همچنین با اون سرعت‌های سرسام‌آوری که ماشینا در خیابون‌ها حرکت میکنن و ویراژهایی که میدن و 6 تا ملاق میخورن، از هلیکوپتر هواپیما میپرن پایین تو خشکی و تو آب و دریا و اینا همش فیلمه دیگه، اسمش روش هست که فیلم است. متاسفانه بعضی وقتا آنچه که گزارش میشه این توهماتی است که باز هم به علت عدم پایبندی به دستورات دینی و دستورات دین مبین اسلام به هر حال وقتی که انسان رفت در فضای دیگری داخل شد طبیعتاً از فضای خانه و خانواده خودش خارج میشه و دیگه نمیتونه اون آرامش و سکونی رو که در فضای داخلی خانه داره در داخل خارج از خانه دنبالش میگشته در داخل خانه پیدا بکنه. و همچنین خود مسئله ارتباط‌های بیدر و پیکری که متاسفانه در بعضی از خانواده ها مشاهده میشه، ارتباط‌هایی که هیچ خط سرخی نداره، چه در محیط داخل خانواده در ارتباط با اقوام و خویشاوندان و یا دوستان و آشنایان و یا اینکه حتی در محیط‌هایی که فراتر میره، در محیط کار هست، در محیط منطقه هست، در محافلی که انسان شرکت میکنه. بعضی از دوستان مشاهده شده متاسفانه که طرف مشکل زندگیش وقتی به طلاق کشید، وقتی ریشه‌یابی میکنه میبینه که مشکل از جایی شروع شد که خود خانم اصرار داشت که آقا باش بره به عروسی یکی از آشنایان و دوستانش و در اون عروسی رفت و اختلاط زن و مرد با هم و همه با اون لباسهای آنچنانی، وضعیت آنچنانی و بعد چشش یه جایی گیر کرد و بعد دیگه اون موقع تا اون گل زیبایی رو که احساس میکرد در خانه خودش داشته تا دیروز دیگه به چشمش نیامد و کم کم این رابطه به
سردی گرایید و خدای نکرده به جایی رسید که نباید برسید. یا احیانا بعضی وقتها ما این نکته رو خیلی دقت کنید عزیزان که در انتخاب آنچه که مشاهده میکنیم در داخل فضای خانه و خانواده با هم، شبکه‌های تلویزیونی ما داریم و الان خصوص به زبان خودمون، به زبان فارسی شبکه‌های تلویزیونی است، مقداری صریح‌تر صحبت کنیم. شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبانی هستند که متاسفانه در بسیاری از خانواده‌ها دیده میشه و مشاهده میشه و چه بسا اعضای خانواده با هم میشینن میبینن، زن و مرد با هم میشینن میبینن و این فیلم هایی که در اون به تصویر کشیده میشه فیلم هایی است که یک هدفی رو دنبال میکنن و مهمترین و بزرگترین هدف اونها از بین بردن بنیان خانواده است با به تصویر کشیدن روابط عجیب و غریب. رابطه یک زن با چند مرد، رابطه یک مرد با چند زن، رابطه یک زن متأهل و شوهردار با یک مرد بیگانه و یا عکسش، رابطه یک مرد همسردار با چند زن خارج از خانه و به نحوی این رابطه ها رو زیبا به تصویر میکشن و خیلی عادی جلوه میدن. با اون به هر حال صحنه سازی هایی هست و پوشش و لباس هایی که وجود داره و متاسفانه هی تکرار میشه. این مشکل اینه که هی تکرار میشه، یک قسمت و دو قسمت و سه قسمت هم که نیست، صدها قسمت از یک سریال پوچ بی محتوا، یک سم مهلک که کم کم روح ما رو خراش میده، روح ما رو سوهان میکنه، روح ما رو همینطوری لکه‌دار میکنه. نه تنها یک فیلم‌های مختلف به اسمهای مختلف، طبیعتاً برای این فیلم‌ها هزینه میشه و ما غافل از این که بشینیم و فکر بکنیم که چرا این همه برای یک فیلمی هزینه میشه و دوبلاژ میشه و رایگان داره پخش میشه و هدف چیست؟ چرا این کار دارن انجام میدن؟ ما نتیجهش رو متاسفانه در بسیاری از مناطق میبینیم که اینها الان پدر خونه گله میکنه از رابطه‌های نادرست فرزندانش در خارج از خونه و یا از همسر بعضی وقتها گله منده و یا خود همسر احساس میکنه که یک هنوز ته وجدانش عذاب وجدانی داره نسبت به اون رابطه‌ای که ایجاد شده بین اون و اطرافیان در خارج از فضای خانه و گزارش میده این طرف اون طرف، مشورت میکنه، میپرسه، راه حل میخواد. همه اینها وقتی بررسی میشه میبینیم که بخش عمده ای از اینها برمیگرده به اون چیزی که ما با عنوان سرگرمی در فضای داخل خانه خودمون آوردیم. تلویزیونی آوردیم، ماهواره‌ای آوردیم، کانال‌هایی رو انتخاب کردیم که به خیال خودمون می‌نشستیم، با هم چایمون هم می‌خوردیم، تخممون هم می‌شکستیم و میوه‌ای هم کنار خودمون می‌گذاشتیم، دو تا همسر با هم داشتن نگاه می‌کردن. غافل از این که این تماشای این تصاویر و این افکار و این به هر حال فرهنگ تحمیلی بر ما یک روزی گریبانگیر زندگی ما هم میشد و نمیدانستیم. و متاسفانه طبیعتا وقتی که انسان بشینه پای همچین فیلم‌هایی، خود همین نشستن پای همچین فیلم‌های و همچین شبکه‌های دلالت بر ضعف ایمانی داره. من با عرض پوزش از این تعبیر شاید مقداری تند باشه، اما اجازه بدید صریح‌تر با هم صحبت بکنیم، چون واقعا همچین تلویزیون‌ها و همچین شبکه‌هایی رو انسان وقتی که پایبند باشه به نماز، وقتی که پایبند باشه به احکام دین، به راحتی نمیتونه بپذیره که در فضای خانه خودش اجازه بده همچین تصاویری پخش بشه و علل خصوص خانواده انسان هم بشینن باش نگاه بکنه. من نتیجه متاسفانه همونی میشه که ما داریم مشاهده میکنیم. احمد جان اگر ارتباطمون با جناب دکتر برقرار شدن اطلاع بدید که ما ادامه صحبت رو با جناب دکتر داشته باشیم. و در نتیجه ما گله میکنیم و میایم و از این مینالیم، از اون مینالیم که در خونه ما، من نمیدونم در خونه اینطوری آوردم، نون حلال آوردم، من خونه ای که تا به حال این کارو نکردم. باز خودمون رو مبرا هم میدونیم، غافل از این که بسیار ضربه زده به ما، بسیار ضربه زده. من خواهش من از همه عزیزانی که صدای ما رو میشنون، ما ان شاءالله در این باب باز موضوع مفصلی خواهیم داشت و به تفصیل صحبت خواهیم کرد، اما به هر حال تا اون لحظه‌ای که برنامه ما برسه، باز هم قبل از اون هم من خواهش من از همه عزیزانی که در زندگی خودشون در محیط داخل خانه خودشون دوست دارن که آرامش باشه و صفا و صمیمیت باشه و علل خصوص کانون خانواده محفوظ بمونه، اجازه ندید که همچین سمهای مهلکی وارد خانه بشه. اجازه ندید که این شبکه‌های تلویزیونی در کنار شبکه‌هایی که احیانا شبکه‌های دینی و اسلامی هم در این لیست هست، همچین شبکه‌های جا پیدا بکنه که خدای نکرده بیاد و کانون خانواده ما رو به هم بزنه که باز ما به درجه‌ای برسیم که
تصمیم بگیریم که آیا این مسئله از اون مسائلی است که ما باید به طلاق فکر بکنیم یا فکر نکنیم. با عرض سلام مجدد جناب دکتر، ما در ادامه بررسی عوامل و اسباب طلاق من مقداری درس پس دادم خدمت بینندگان عزیز آنچه رو که از شما شنیده بودیم. در ادامه صحبت‌های شما رو گوش می‌کنیم. از جمله موارد دیگه که در این زمینه میشه ذکر کرد، قضیه این است که به هر حال یک زن و مرد در کنار هم زندگی کردن وقتی که زندگیشون روتینش یک روتین خسته کننده‌ای باشه، یه مدتی میگذره از همدیگه خسته میشن. اسباب خستگیش هم اینه که نتونستند خودشون یک نوع تجدد و یک نوع زیبایی رو به زندگی ببخشن، همون روتین معمولی، همون تکرار زندگی، همون احیانا بعضیا رو خسته میکنه. این مسائل رو باید قضایا رو زن و شوهر باید مد نظر داشته باشن، به خصوص در خانواده هایی که صاحب فرزند نشدن. خواهشاً با این مسائل به صورت یک عاقلانه نگاه کنند. وقتی که زن و مردی در کنار هم زندگی میکنن، در واقع قضیه‌ای که تصویر قرآنی از این ازدواج نساؤکم حرث لکم هست، یک نوع به اصطلاح زندگی زناشویی یک نوع باید نتیجه‌ای بده. فرزند نتیجه زیبای این زندگی است که به این زندگی رونق میده. حالا آزمایش الهی بر این منوال رفت که خانواده‌ای فرزنددار نشن. این به این معناست که به این خانواده خداوند یک امتحان داده. اگر اینها به این صورت سعی کنند به پیش برند، آقا من زن نمیگیرم چون من زنمو خیلی دوست دارم، من میگم که این کسی که همچنین حرفی میزنه داره خودش رو گول میزنه. اگر واقعا شما زن نمیگیرید چون زنت رو خیلی دوست داری، شما اگر واقعا زنت رو دوست داری باید به صورت منطقی و علمی زن بگیری، زن دوم بگیری. زن دوم به معنای این نیست که زن اولت خراب هست بعدت میاد ازش میخوای انتقام بگیری ازش، نه خیر، میخوای این قانون خانواده گرم بمونه، یک نوع تغییر و تحولاتی درش به وجود بیاد، یک نوع تجددگرایی توش به وجود بیاد تا بار عاطفیش پررنگتر بشه، کم رنگتر نشه. مسائل علمی میگه آقا کسی که به اصطلاح از همسر اولش بچه دار نشد وقتی که ازدواج دوم میکنه به اصطلاح 75% فرصت بارداری زن اول براش ایجاد میشه. یعنی زن اولش در همچین مواردی 75% از آمار نشان میده که وقتی شوهر زن دوم گرفت زن اولش به اصطلاح باردار شد. شما اگر واقعا زن اول دوست داری پس نیاز هست که ازدواج کنی تا این 75% فرصت رو ازش ضایع نکنی و بهش ظلم نکنی. این مورد دیگه اینی که به اصطلاح طول به اصطلاح زندگی زناشویی بدون نتیجه باعث میشه که روابط عاطفی به اصطلاح سرد بشه. یعنی یک نوع در خانواده هایی به اصطلاح 5 سال 6 سال 7 سال گذشته از ازدواجشون بچه دار نشدن، به صورت بسیار زیاد با درصد آمار بسیار بالا یک نوع طلاق عاطفی در این خانواده ها به وجود میاد. زن و همسر به اصطلاح روابطشون از هم کم میشن، روابط به اصطلاح هر قصدشون سرد میشه، عواطف عاطفیشون سرد میشه. اینها باعث میشه که یک نوع طلاق عاطفی در خانواده هایی به وجود بیاد. حالا برای حل این موضوع باید یک راهکاری رو پیش خودشون. خانواده هایی هم که به اصطلاح یک یا دو تا فرزند اکتفا کردن با همچین مشکلی روبرو خواهند شد. بعد از مدتی همین وجود فرزند بعد از هر چند سالی خانواده به اصطلاح صاحب فرزند میشه، این بودن یک نوع بار عاطفی بسیار بزرگی رو به خانواده به اصطلاح تزریق میکنه. روابط خانوادگی بسیار صمیمیتر میشه، کل خانواده دچار تحولات عشق و عاطفه میشه، روابط زن و مرد بسیار صمیمیتر میشه. خیلی از مسائلی که به مرور زمان شاید به وجود اومده همه ذوب میشه، یک نوع فضای دیگری از محبت و عشق و عاطفه در خانواده به وجود میاد. نه تنها در بین زن و شوهر، حتی در بین زن و شوهر با فرزندان فرزندان قبلیشون و حتی در بین روابط فرزندان ما بینهم. اینا همه مسائلی هست که
یک تجدد، یک نوع تغییر و تحولاتی در خانواده وجود میاره که خانواده‌ها باید این رو مد نظر داشته باشن، طول این حرفا رو نخورن که آقا یه بچه داشته باشیم تربیتش کنیم، 2 تا بچه داشته باشیم تربیتش کنیم، 3 تا که باشه دیگه پنچر بشیم میتونیم تربیتش. یه بچه باشه خب داره میتونیم سیرش کنیم، 2 تا بچه داشته باشیم 64 تا میشه، اینا رو هم میتونیم سیر کنیم، 3 تا که شد دیگه از دستمون خارج است، میتونیم غذاشون بدیم. اگر 10 تا که دیگه از خشکسالی. این حرف‌های به اصطلاح چرند هیچ نه علمی نه اخلاقی داره، اینها حرفایی است که به اصطلاح فرهنگ‌های به دور از منطق و به دور از خدا این حرف رو به ما تزریق. شما اگر یک بچه رو تربیت کردید در خانواده، 2 بچه رو تربیت کردید، این شما یک جامعه کوچیک. الان بچه سوم نیاز به تربیت شما نداره، در همین جامعه خود به خود تربیت میشه. بچه صدم در همین جامعه‌ای که وجود میده اگر شما هم نباشید خود به خود تربیت درست میشه. خیلی ممنون جناب دکتر، من تشکر میکنم از شما و دیگه حدوداً وقت برنامه به پایان رسید و اجازه بدید که ادامه موضوع انشاءالله، چون بحث ما هنوز طولانی هست، در برنامه بعد به همراه شما بینندگان عزیز ادامه بدیم. من در پایان فقط چند دقیقه، حالا کمتر از چند دقیقه، صحبت پایانی شما رو بینندگان عزیز میشنویم و ادامه موضوع باشه انشاءالله برای برنامه بعد. بنده در پایان هم انشاءالله امید هست که در برنامه آینده مشکل در صدا نداشته باشیم و بتونیم این قضیه رو بهتر حلاجیش کنیم. از همه شما عزیزانی که تا این لحظه ما رو همراهی می‌کردید کمال سپاس رو دارم و امید هست که انشاءالله در هفته آینده ما رو همیاری کنید و با ما همراه باشید تا بتونیم این مسائل رو با هم نوعی حل و نوعی درمان برایشون پیدا کنیم. الله یارتان. ممنونم از شما. همچنین از تمامی شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنیم که برنامه رو تا این لحظه یاری کردید. از مشکلات فنی حاصل در طول برنامه از همه شما عزیزان پوزش می‌طلبیم. در خلال هفته پیش رو میتونید با ما مکاتبه بکنید از طریق ایمیل شخصی بنده سلیمانی@صالحق.tv یا صفحه فیسبوک برنامه سفره دل، همچنین از طریق پیامگیر صوتی و پیامک شبکه جانب صالحق، از طریق تلگرام، از طریق اون یکی دیگه چی بود، واتساپ. احمد انقدر زیاد شده که انسان از حواسش پرت میشه ماشاءالله. راههای فراوانی برای ارتباط شما عزیزان دوستان ما در روابط عمومی شبکه جانب صالحق تدارک دیدن که میتونید از همه این راهها با ما در ارتباط باشید. در موضوع طلاق اگر سوالی دارید، نظری دارید، پیشنهادی دارید، دلگفته‌ای دارید و انتقادی دارید، هر صحبتی که در این باب دارید میتونید با ما در میان بگذارید. در خلال برنامه پیش رو انشاءالله حتما مطرح خواهد شد و حتما استفاده خواهیم کرد از صحبت‌های زیبای شما بینندگان محترمم. تشکر میکنم از احمد جان، از فرید و منیر احمد عزیز، از نفی الله و دیگر عزیزان اتاق کنترل که سبب شدن تا ما این ارتباط بین ما و شما عزیزان برقرار بشه. تا برنامه بعد همه شما خوبان عزیزان رو بر الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش.